میگم چقدر اینجا کوزیه. کوزه‌ای؟ نه یعنی سنتی دنج خیلی باحاله. من دنبال یکم باش دوپامینم بره بالا. دوپامین الهی بمیرم. قرص اعصاب مصرف می‌کنی؟ نه هورمون شادی و نشاطه. بعد من کلا عصبیشم، کورتیزولم بره بالا دیگه نمیفهم. کورتیزول سمت کریم خانو میگی؟ نه کورتیزول هورمون استرسه. بعد من تو رابطه اگه بهم توجه شه اکسیتوسینم میره بالا که این خیلی عالیه. این شریک خوشگونه؟ هورمون عشق. چرا فقط فارسی نمیگی اینا رو؟ حالا گوش کن. بعد من اوورتینکم دارم. وای نکن، مصرف نکن، تو جوونی بر رو داری، حیف. خودم ترکت میدم. چی میگی؟ اوورتینک، فکر و خیال زیاد، پرش افکار. بعد من همزمان چند تا کارو با هم انجام میدم، یعنی ADHD دارم. اتفاقا ما هم یاست و فول اچ دی داریم. نه اختلال کم توجهی، بیش فعالی. بعد من تمیزی برام اولویته. در اصل OCD دارم. OCD وسواس فکری. میدونستی هر جمعه فروشگاه اسنپ از جمعه 30 آبان تا جمعه 7 آذر 90% تخفیف داره؟ از لباسشویی تا ریش‌تراش، از ریبل تا لاستیک ماشینم همه چی دارن. همش هم قسطی میدم. ببخشید داشتم وایس میدادم. کجا بودیم؟ وسط هر فلایت آف آیدیاز دارم. هیچی نمیفهمم. پرش افکار، به اختصار FOI. مرخص شم. کجا خوشت نیومد؟ چرا؟ ولی خب متأسفانه من مجهز به دیکشنری نیستم. یعنی زبونامون اصلا با هم فرق داره. ما زبونامون نمیفهمیم. شما یه جا دیگه، من یه جا دیگه، انگار دو کشور مختلف اومدیم. مخلص شما. مرتی که پنیک شدم. این که گفتی یعنی چی؟ معنی اینم نمیدونی چی پلو لول؟ عزیزم چقدر تروما درت میبینم. زبان رسمی کشور تغییر کرده.